رادیوی مهاجر خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. مهاجر بگذار تا بگویم. در جهان بال و پری خیش کشادن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. برنامه مهاجران کامیاب با مهمان برنامه میرزا ولی فاضلов، هنرپیشه مردم تاجیک که عین حال در مهاجرت قرار داشته، در یکی از مؤسسه های با نفوذ کینواکتور در سینما کینوستودیوی ماسفیلم شهر مسکو فعالیت دارد. محترم میرزا ولی فاضلов، خوش آمدید به برنامه ما. قبل از همه میخواستیم کلام شما را به شنوندگان رادیوی مهاجر بشنویم. در اول گفتین که بگذار بگیریم یا بگویم. بگذار تا بگویم. سمعا طاعتا عبادتا. من سمعی من شنیدم که گفتین بگذار بگیریم. واقعا دور از وطن، دور از میهن، دور از فرزند، دور از پدر و مادر، به ما مردم تاجیک در سرزمین اجنبی، یعنی که زمان ما را عجمی میگفتن 1000 سال پیش، یعنی که بیگانه، برای همین بگذار بگیرم به حال مهاجر. نه واسطه وکی است. آیا او موفق است؟ آیا او ممتاز است؟ آیا او مهتر است؟ کهتر است؟ خرد است؟ بزرگ است؟ منتها در فرجام زحمت میکشن، لقمه حلال خود با عرق جبین. با قول حضرت جامی میگه نان خود با تره و دوغ زنی، نان خود با تره و دوغ زنی، به که از خان شه آروغ زنی. معذرت این است. درست است. تشکر. شما دوستان عزیز به رادیوی مهاجر بینید شدیم که شما رو میبینیم و حتی ما افتخار میکنیم. زنده باشید. زنده باشید. ما از دیدار شما با مردمی با فرهنگ، با مردمی که امروز نامبرداری مردمی توجیک هستید. مهاجر رو همچون مهاجری فرهنگی نشان دادن است و مقصد رادیوی مهاجر است. خب من بسیاری وقت اشتراک کنندگان رادیو ما رو اونقدر نمی‌بینم، چون که من بسیار سوالی خوشی می‌دهم. چرا؟ شما خیلی صمیمی هستین و محبت هستین و ساده هم هستین. ساده ها همه وقت فریب میخورن، همه وقت هم موفقن هم در حالت ناموفقن. خب بیایید از همین سخن شما رو یک سوال بدیم. فعل بدی که شما در شما هست، فعلی که شما در شما معقول نیست و دیگران معقول نیست، در خود اصلا میگم فعل بدی شما. فعل بدی من در هر یک اینس جنس خداوند که وقتی، یعنی به قول شیخ سعدی میگه حمد بی حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را، آن خداوندی که هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر. ما آفریده خداوند هستیم، از خاک هستیم، انسان هستیم، اما کمی آلودگی از اهل منفی بدی باشد هست. به هر کس
چیز جای پنهانیش نیست، هست. مخفی خوبی است. باش. و قول عنصر مالک که کاس میگه که نیکی کنه، میگه برادر بود دوست به، گرچه دشمن شود بیرگ و پوست به. ما خدای نکرده در زندگی دوستا زیاد هستن، گاه در حیات هستن، گاه رحلت میکنن، گاه ما که مهاجر میشیم 6 سال است در مسکو و از دیدار یکدیگر محروم هستیم، مخصوصا نزدیکان، اقربان. خیلی دردناک است و ببین که دوری از نزدیکان و دوستان آدم منفرد میکنه، تنها میکنه. آدم که تنها شی اون جهان اصلی اولش از دست میده و محیط که اعظم باشه، بزرگ باشه، آدمی خیلی موفق. سپاس. بگوید که چند سال باز شما در مسافرت هستید، در مهاجرت؟ پس از با خاک سپردن مادر من که به این سبب یک لطمه روحی خوردم، یعنی که بگذارینش، منظور که خانه ویران شدم ها و رو به روسیه آوردم دیگه. رنجیدم خیلی سخت که گفتم در این غریبی ها در این چیزا خدا بگیرم که به فکرم اشتباه کردم. باید وطن باید همه حالات اما آمد و باید رفت. یعنی بگوید که در طول مسافرت بودن مشکلی که پشیمان از هجرت شده باشد؟ راستی مشکلی نبود، چی برادران اهل هموطنان، چی قوم روس نفرها احترام میکردن و مشکلی نبود. چی منظور جای خواب و زیست و زندگی و این و آن و در اول تا آمدیم خودم معرفی کردیم در سینمای موسفیلم مسکو، اول مشکل بود، کس نمیشناخت. پس آهسته موفق شدیم، در فیلم های زیاد اشتراک کردیم. یکی از فیلم های مشهور روسی دیویژن ویرخ که فیلم جهانی است، نقش سودیه بسکتبال با زبان روسی اون اجرا کردیم. باز نقش صدام حسین اجرا کردیم. فیلم دیگر نقش نچنگ اخران ایندیرا گاندی را بازی کردیم. در فیلم آخران پاول لونگین، فیلم براتства، نقش امام صاحبی افغانستان را بازی کردیم. در فیلم های مشهور کوخنیا، پاسدنی بیتوا، شف پاور هندو را بازی کردیم. در کینوکمدیای روسی ایوانوو نقش نماینده تجارتی ایران بازی کردیم و در فیلم یژیف سنودین، گریزه سنودین که اگنت سیرو بود، در اون جمع نماینده کارهای خارجی ایران بازی کردیم و فیلم های زیاد، تعدادش خیلی زیاد است، اکثریت خودم ندیدم، چگونه است. اما در فیلم های روسی به ما شانسی کلان نمیتن، حتی حق و زحمت هم ناچیز میتن. مثال در فیلم پاول لونگین برای ما یک روزه نوارش 20,000 روسی دادن، با آخران اکتور روسی 100,000 و گلاونین رول بازی میکردگیش در یک روز 400,000. این تفاوت رو ببینید. این است. تشکر زیاد. باز با خاطر شما شنوندگان میرسونیم که ما در موج اینترنتی هستیم، با رادیوی مهاجریم و با رادیوی مهاجر گوش شما میتونید شبکه موجهای ما رو از فیسبوک و ادنا کلاسیک و کانتاکت و واتساپ و ایمو و اینشون در پلا مارکت با رادیوی مهاجر در ما گوشید و صدای رادیوی مهاجر در کل دنیا با ماست و ما شما رو دوست می‌داریم مهاجران عزیز. و این رادیویی که ما گوش دادیم، البته دوستان عزیز، به نهایت باید یعنی مهاجران رو خرسند کنند یک برداری بردن. من بسیار یک بچه که بعضی بکنم، به نهایت بچه زیبا، بچه خوشرو، با همین خوشرویی نگاه نکردم، من عشق دوست می داشتم.
میخواستم من همه رو سوال میدیم میخواستم یک بود در باره عشق اول خود نقل میکردیم اولین عشق شما کی بود حتی میتونه که نامش هم مخفی باشد و سال کمتر در باره عشق رود تو شنوندگان ما هم شنوند و کمی هم لذت برم. عشق کودکی هست عشق کودکی هست و فکرم به هم هست مخصوصا از صنف یک از پرتا از یک کلاس از یک صنف اما ما در یک محیطی بودیم که خلاص که مثل دیگرها هم صنف در هر یک صنف هست این چیز واقعیت داره تکرار داره همه این چیزا در وجود خود احساس میکنن گرفتاری یعنی که عشق خردی و طفلی میگن اما با چشم عقل کودکانه این چیز خیلی ساده است و مثل ابر زود پراکنده میشد با مانند ابری که ابر هست اما بارانش نیست همین است با مانند یعنی که عشق کاری است با بلاست میگن ها هر آینه هر کسی که عاشق شود در خون خیش آغشته گردد شما نگفتید اقلا یک واقعیتی من درک نداره شما من یک وزیر رو نقل میکنم بخشش پیش میشه من دوست میداشتم هر برد از درس میگریختم بعدی درس میرفتم حتما باید یک برد ببینمش با فکر ما رو ببینم تماشا میکنم که یک لحظه خوبی گوارا همین بود ما ایدون بیدیده باشه گبزن هم میتونستم همین در خطیوتی ما مونده است در خطیوتی شما چی مونده است؟ این احساساتی که شما داشتین قبل همه داشتن در محیط خاندانمون خیلی ما از خردی که مادرم بیماری روحی که داشت ما یک عائله بسیار موفقی یعنی که در سطح خوب که نبودیم دخترها کنار می گرفتن و اقصی از صنف 8 تا 9 2 سال چشمام یک نمودی وی می برامد گویجه می برامد و هیچ وقت اینش صحت نشده اینش می برامد یک با قول روسی گد که اتیان بودیم همین در نظر همه بزیب می تفتیم و به همین ما نمیتونستیم اظهار عشق و محبت با یک هم کلاس و هم صنف و با یک کس روشاد بکنیم چون که چهره موفق نداشتیم در همون وقت یعنی که چهرهمان بازارگیر نبود از سببی که این مرضی که در چشما پیدا شد چهره رو خیلی از دیگر طرف بزیب نشان میداد و از بین سالها گذشت پس خدمت عسکری رفتیم آمدیم بعد مشهور شدیم بعد یک زمان من در فخر همصنفم چمن دیدم گفتم چمن دست مکتب خونه یک بار نگاه نکردی به من گفتم همین خیلی است باشه بعد میگم که آخه بزیب بودی در اون صنفی که میخواندی بیزه بود گفتم ها چشما گیم و ورم و کسب که بود در حقیقت بیزه بود ما از کجا میدونیم گفتم بزرگ میشه متشم میشه مشهور میشه ما از کجا میدونیم محترم میرزا ولی فاضلов بگوید که اصلا کی شدن میخواستید و قدم اولین شما در جاده اکتیوری از خوردی همه یادم است زمان شوروی اطفال خرد بسیار میگفتن که سوال میکردن کی میخواه شدن میگفتن لوچیک کس ما نفت پس این اکتیوری از زمانی که یک هنرمندای مشهور هندوستان راج کپور درمندر ریشی کپور و اکتیوری اصری هندوستان امیتابh بچن که در اون زمانا یک مردم میگفتن که صورت و چهرهتان مانندی داره به همین خاطر ما در همین چیز گرفتار شدیم یعنی که در فکری چیز نداریم من در جوانی خیاطی را آموخته بودم یعنی که درزی در چیزی زنانه میگنش که دوزنده من کسان برو پارا میکردم در تمام اتلیه های مشهوری دوشنبه کار کردم 100 برگ اتلیه پیشی زراعت سلخوز اتلیه یکی
عقبی پشتی اپرا بالی انا پاوروت ایرپورت در تمام اتلیه‌های دوشنبه من کار کردم سر لباس دوختم کلینتامون تمام این روزا وزیر و گنرالایی که هستن اکثریتش در اون زمان ها نبود کستم بروک بچه این دل نبود پیش من زکاز میکردن میدوختم شد امروز همه چیز پر شده کسبی بهترین هنر بود یعنی که با قول شیخ سعدی که هنر چشمه است زاینده دولت است پاینده هنرمند هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند به هنر هر کجایی که رود خاری بیند و لقمه چیند. و بگوید که چگونه با کسب اکتیوری مهر پیدا کردید؟ گفتم که امین هنرمند ممتاز هندوستان برام سبب شد امیتاب بچن و ما دیگه مخلص شدیم و در سالهای 80 با تخلص ویژه فرخوری در آگاهیم از این که شما را شباهت با اکتیوری هندو امیتاب بچن تو حتی اکوی ویدرای هم میگویند. بله یعنی که مانند است در یک سال فیلم که می آمد نوبت میشد آچرت میشد و در اون وقتا مثال همون لباسی که اون میپوشید کلیاش بود و این و اونا هم بود و همون شب روز دیگهش پاره میکردم میدوختم و خود در یگان مگزین فروخته نمیشه و در یگان پت پرلافکه یافت نمیشه اون لباس ها همون چی نمود لباسی اون میپوشید من در فیلم دیگهش همون لباس میپوشیدم و می آمدم در فیلم می در آمدم مردم از دور مخصوصا مردم های استودنت افغانستان بسیار بود اونا می گفتن که امیتاب بچن خودش است اشتباه میکردن سخت مانندی داشتیم و به همه چیز مشهور بودیم بعضا یادم است که 80 81 82 بعضی بچه های میسنی یا دیگرها حسد می بودن رشت می بردن زنازنی می کردن این چیزا هم بود بهترین در جاده اکتیوری کی را استاد خیش میخونید و با افتخار نامی رو با زبان میارید؟ استادا با هر کسی که تخصیص کردم حق استادی دارن تمام بزرگای سینمای تاجیک از عطا محمد جان و هاشم گدا و دیگرها از هر کدامش من خوشه چیزی کنده گرفتم اما من هنرمند حرفه‌ای نیستم من مثل که یک همون حالت نوار و فیلم کشید من از عهده بازی میبرم اما جدا بگم بازی کن عجب نی که من از عهدهش نبرم همون اگه هنرمند باشد در حالت من از اون هنرمندی پیشی رسیم بیشتر بود 1000 بار بیشتر بازی میکنم این همین چیز هست نمیدونم سبب چی است راستی من خودم نمیدونم چون که من مکتبی اکتاری نخوندم مثل عطا محمد جان من نخوندم استعداد خدا دادی باشد عجب نی عجب آگاهیم که در قرائت نظم خیلی بلد هستید خوب میشد شنوندگان را از مهارت والای خیش بهره‌ور میکردید از خوردی ما نظم کلاسیک دوست می‌داشتیم وقتی که من بار اول کتاب حاتمی طای خواندم سینبادنامه زهری رو خواندم و پس از اون سمک ایار رو خواندم خلاص که من تعجب شدم که لهجه گفتار مردم از اون نوشته کتاب تفاوت داره از زمین تا آسمان و مثل ساحلی که یعنی گرسنه‌ای که سری چیزی میخواد از او آب بنوشد از او غذا تناول کند من هر چیزی که بود از اون کتاب ها میگرفتم و با قول دختر بزرگ ممتاز خانم که من میگم که پدر شما یک زبان نو ایجاد کردین در بین ایران و تاجیکستان و با همین خاطر بعضا در یادم هست که در محفل یکی از صدر اعظمای تاجیکستان نشسته بودیم روزی مولودش بود یارو دوستا و جنرال ها و
وزیرای زیاد نشسته بودن. بعد وقتی سخن تبریکی به ما خواهش کردن که صاحب مولود تبریک کنیم و در آن روز جشن مولد صاحب خانه، یعنی که ایشان جنرال یکی از حکام ساحه دولتداری تاجیکستان است، بعد گفتم که وقتی سخن دادن که تبریکی مولودشان در بین محفل به سامعان برسانم، به قول شیخ سعدی گفتم که یکی را دوستی بود که عمل دیوان کردیم و دیر باز دیدار ملاقات نیفتادش. قضا را یک نفر دوستی آنجا حاضر بود، گفت ای چی ملالی از دیدنی او؟ گفت ملالی نیست، دوستان دیوانی را وقتی توان دیدن که ایشان معزول باشند و مرا راحت خیش در رنج او نباید صرف کردن، که در نظم میگن که دوستان در وقت دار و گیری عمل ز آشنایان فراغت دارند، روزی درماندگی و معزولی درد دل نزد دوستان آرند. دوستان به وقت بیچارگی به همان، چون بر یک دولت برسید از هم متفرق شوند، یعنی جدا شوند. چون شما صاحب منصب و وظیفه هستین، در دیدار یکدیگر تشنه است. همین است. بعد گفتین در باب شعر و غزل چگونه نمیشد که این گذشته های خود فراموش کردن و دوست نداشتن که عمر آدمی رایگان میگذره. و شیخ سعدی در این باب بزرگ میگه که بیرست آن که در عهد طفل بیمار، که پیران سر شرمساری نبرد. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چه آهنگی رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. من دل بر جهان کی بیگانه است، که چه مطرب هر روز در خانه است. نلایق بود عیش با دلبری، که هر بامدادش بود شوهری. ندانی که کمتر نهد دوست پای، چو بیند که دشمن بود در سرای. حقیقت سرای است آراسته، هوای و هوس گردی برخاسته. نبینی که جایی که برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. حریف سفلت در پایان مستی، نیندیشد ز روزی تنگ دستی. درخت اندر بهاران برفشاند، زمستان لاجرم بی برگ ماند. بزرگ دیده من در کوهسار، قناعت کرده از دنیا بغاره. چرا گفتم به شهر اندر نیایی، که بار بند از دل برکشایی. بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این از گرفتاری نفس. همه صاحب وظیفه و صاحب منصب و هر کسی که نباشد آدمی، چون گرفتار نفس که شد منتها در فرجام میلغزد. این است اشتباه زندگی آدمی. سیکوسی بکنید شما ده یک بودیگر و رادیو ما زنده باشین. فکر و ملوثوی شما در برای مهاجران امروزه کمی. منظورتون از کدام طرف؟ فرهنگ و مدنیت مهاجران. ای خدای من، رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه الادب و صورت العقل، یعنی ادب نشانه خرد است. اون چیزی که در سلوک، یعنی در فعل، در خون، در رفتار، در گفتار، در اون خاندانی که محیطش اعظم بود، اگر فرزند بزرگ شده باشه، با قول منصور مالک هیکاوس که میگه که ای فرزند، اگر خداوند بر تو فرزندی داد، اولین قرض و پدر و مادری آن است که به فرزند خیش نامی نکو گذاری. دوم، به وقت ختنه کردن سنت به جای بیاوری. یعنی که میگه که به طاقت حسب خیش، یعنی جیب شادی نمایی. چون فرزند به بلاغت برسید، او را بر دست استادان بدهی
تا هر علم و هنر که به دنیا باشد او را بیاموزی، چیز و مال تو را بدزدد، اندر آتش بسوزد، اندر سیل نابود گردد. اما علمی فرزندی تو را نه دزد تواند بردن، نه آتش تواند سوزاندن. مره و صفت در روزگار آیندهش او را به کار آید. اما فرزندها که امروز ما در حالت مهاجرت هستن، اکثرا جوان هستن، اکثرا من امروز که از خانه بیرون میشدم در خرکی پیش پادیست بچه که چهره آریایی داشت، یعنی تاجیکی داشت، گذاشتم استادم گشته نگاه کردم، گفتم تاجیکی؟ خودش گم کرد، گفت خواه از کجا؟ ببین کی؟ گفت از فرخار زادگاه من. چه نام داری؟ گفت اسکندر. آها اسکندر مردمی. چند سوال رد بالا گفتم ادبت کجاست؟ برای چی نمیخیزی؟ برای چی سلام نمیتی؟ بعد یکی حالتی که یک متحیری داشت، حیرت زده بود، یعنی که یک حالتی داشت که پس از جایش خیست و آمد و زیارت کردیم، باید دیگر آغوش گرفتیم و صحبت کردیم. این یکی از مهاجری که امروز آخران من دیدم. دیگه مهاجرایی که در کرمل میبینم یا در اشند یا در قد کوچه‌های مسکو میبینم، بعضن که همراهشون مکالمه میکنم میگن که شما تاجیک نیستین، عربین یا ایرانیین یا تاجیک. باور نمیکنن که تاجیک همین است. اما همین است تضاد زندگی در مسکو، همین است مهاجران در هر محیط زندگی، کار برای رزق روزی حلال، برای پدر و مادر خاندانشون، یعنی که یاری دینده هستن. افسوس که دور از نزدیکان و خویش اقربا. این باید که آهسته آهسته به قول مردم بالا یواش یواش این باید که حل خودش بیابد. باید که بچه ها در وطن خودشان باشن. این است معمای سربسته، باید این تلیسم شکسته شود. باید مگر برای تماشا و برای سیاحت اگر بیایند اما در وطن باشن، کار کنن، حقای تره با هم ببینن. یادم است که پدرها سالهای 70-80 یک پدر کار میکرد، 10-12 خورنده را میپوشاند و برکت بود. امروز 10-12 کس در عائله کار میکند، باز میگن چیزی نمیرسه. فکر میکنم که قناعت پیشگی از همه چیز، همین چیزا از مردم، یعنی همین سنت ها و همین مقدسات ها را مردم صرف نظر کرد. یعنی مردم گرفتاری به قول همون گفتیم که لغزش نفس همه را عاقبت در فرجام به بدنامی میرسانه. و باید کاری کردن در کار که رادیوی مهاجر همین جلو پستکش جمع کنه، همراه مهاجرها بروند به وطن، در وطن کار و زندگی را پیش ببرن. آرزوی من همین است. نیمو رادیو مهاجر مقصدی رادیو مهاجر برای ما نه مقصدی است که برای ما مهاجران باشد. اگر ما از قشلاقی به قشلاقی سفر کنیم مهاجره، یا از شهر به شهر. اما ما میخواستیم که مهاجران رو نه چون مردی کوری دیگر نموتونی شده. در همه دور زمان مهاجرت بود، هست و میموند. حتی سفیرانی که از دیگر دولت ها در ما هم مهاجرن و دیگر شخصایی که کوری دولتی و دیپلماتی هم اونها مهاجرن. و البته ما هم میخوایم که رادیو مهاجر در تاجیکستان باشد و صدایش از آنجا باید و مخصوص برای مهاجران که دور از وطن با صدای رادیو مهاجر باشن و با آهنگای خوب باشن و خود رو ذره هم باشد مهاجر حس نکنن. و مقصد و مرام رادیو مهاجر هم برای برداشتن فرهنگی ملت و برای نشون دادن به دیگران که ما توانستیم مهاجران با قوای خود، با ناموس خود و رادیو رو در
موج اینترنتی مونیم تو از دیگر فرهنگ و خبرهای تاجیکستان و از دیگرشون با خبر باشن. خب خوش آمدید برادر عزیز در رادیوی ما یک بار دیگر و تشکر. خب ما کمتر با تنفس میگذاریم شنوندگان محترم مونده نباشید و میخواستیم با یک ترانه روح شما رو بلند کنیم و با ما باشید و رادیوی مهاجر شما رو دوست می‌دارد و همیشه با شماست و البته این دو ما میخواستیم که استاد کدوم شما حافظ را دوست می‌دارید و در اجرای کدوم حافظ روز شنیدن میخواهید در هفته برنامه؟ من میخواستم که استاد دولتمند خال زمانی من با اون کس گفتنی هستم که شما در محیط تاجیکستان و ایران و افغانستان با شعری که آقای دورمشو مشهور هستند بله دیوانه شو، اما در ایران او را آقای دورمشو میگن و بسیار دوستش دارم و اگر من پیشنهاد میکردم که دولتمند خال اگر فلک تاجیکی را با فلک ایتالیایی یعنی آکادمی اپرا توأم یک جایه میکرد و میخوام بعد از سرش همه ما میگذاریم بهترین میراث بعد سر خودش میمون و مثل ای قومی به حج رفتگان کجای به همین مانند یک فلک میخوان نوران علی نور میشد توأم با آپرای ایتالیایی. من از دولتمند خال چیزی خواهش میکردم و شعری ای قومی به حج رفتگان کجای بهترین است در اجرایش دولتمند خال. ای قومی به حج رفت کجای معشوق همین جاست بیای معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار در بادی سرگشت شما در چی هوای گر صورت به صورت معشوق ببین هم خانه و هم خواجه و هم کعبه شمای ده بار از این راه بدین خانه بیرفته یک بار از این خانه بر این بام برای آن خانه لطیف است نشانهاش بگفته از خواجه آن خانه نشانه بین نمای از خواجه آن خانه نشانه بین نمای هی بنده شناز تاچی ها میگوید از تموم مکان کبریا میگوید
این چوبکی خوش با قدرت الهی گریان گریان نام خدا میگوید گریان 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 نام خدا میگوید ای شاخی سر برقصان چون یوسف در آمد بزری شکر برقصان چون یوسف در آمد بزری شکر برقصان شوقان ظلم دیدی شوی کی در رسیدی شوقان ظلم دیدی شوی کی در رسیدی یه از پا و سر بریدی به پا و سر برقصان از پا و سر بریدی به پا و سر برقصان به پا و سر برقصان پایانی جنگ آمد آوازی چنگ آمد پایانی جنگ آمد آوازی چنگ آمد یوسفی چاه آمد ای به هنر برقصان یوسفی چاه آمد ای به هنر برقصان ای به هنر برقصان شاخی تر برقصان چون یوسف در آمد مصر و شکر برقصان چون یوسف در آمد مصر و شکر برقصان مصر و شکر برقصان میراث پدر خواهی کسب پدر آموز. از فرزندها کسی کسب شما را انتخاب کرده است؟ بزرگان میگن که مخصوصا در قابوسنامه عنصر مالی که قابوس هست که خورد بدن آشنا شده بودن میگه که ای فرزند اگر خداوند بر تو فرزندی داد اولین قرض پدری مادری آن است که به فرزند خیش نامی نکو گذاری و دوم به وقت ختنه کردن سنت بجای بیاوری و به طاقت حسب خیش شادی نمایی. چون خداوند به ما ارزانی چند فرزند دادن، شکرشون. دختر بزرگمان ممتاز، دختر دوممان خجسته، دختر سوممان رؤیا، پسرمان شیبلی و پسر آخر حلاج. این ناما به خاطر بزرگای اولیاء خدا ناما را گذاشتیم، یعنی که مهر محبتی که به شیخ شیبلی داشتیم و به حلاج با قصه انالحقش مشهور و
چون ممتاز و خجسته خورد بودن، ما از خوردی هم وقت تمام موادی خواندنی و رسم کشی و در خانه مهیا میکردیم و همراه کودکا تکرار با تکرار تلفظ میکردیم و ما میگفتیم، اونا هم میگفتن، ای کلان میگفتیم، ای خورد میگفتن. میآموزاندیم از خوردی زبانی صرف ملی را آموزاندیم، بعد از اون فارسی را آموزاندیم شام و دیگر و دیگر و دیگر. و از خوردی میگفتیم که زبان با آموزیم، علم با آموزیم. شکر خدا، حمد خدا که فرزندا بزرگ شدن. ممتاز دخترمان چون مکتبیانه رو ختم کردن، ما در 2 سمت موفقشان کردیم، در دانشگاه فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان و از اونجا توأم یعنی پارالل با خارج کشور یعنی ایران بخشی مرمت با سازی قدیم یعنی که فاکولته انجینر ارکیتکتوری روان کردیم، تحصیل کردن. حالا سال 4 است در منچستری انگلیس هستم و اونجا تحصیل و کارشون دوام میتونه 2.5 سال دیگه مانده که شهروندی انگلستان موفق شوم، خداوند نگهدارشان باشه. و دختر دومم خجسته انا از خوردی چون لیاقت شد دیدم در یک حالتی گفتم حتما اصلا از خوردیش صاحب قرآن بود، کلام شرعی و قرائت قرآنی که خجسته داشت در اون زمان کس نداشت. و ما فرزنده را علم آموزاندیم. از خوردی گفتیم که چون امروز که علمی بیاموزین فردا موفق میشین و در چراهای زندگی متحیر یعنی حیران نمیمانین و همنشین پادشاهان میشین و دنیا رو میبینین، فرانسه رو میبینین، ایتالیا رو میبینین، همه چیزا رو اونا خوردک بودن میگفتم شما. و امروز میگه پدر واقعا هم خیر شد، یعنی به سبب علم، به سبب چیز. و این است که امروز مخصوصا دختر دوم خجسته میرزاولی در بخش اکادمی یعنی که مادرشون اونا در پیدوچیلشی درس خونی مانده بودن، کتابدار، کتابخانه چی ما آوردم در این بین. ما با همراه مادرشون از زندگیمون خانه ویران شده بودیم و فرزنده من تا حاضر خودم گناهکار احساس میکنم و نمیدانم چشم بد رسید، اما تقدیر بوده است. خلاص که آوردمش در دانشگاه کنسرواتوری ملی تاجیکستان. خجسته میخواست که استراد شروع کند خواندن و تحصیل. من گفتم نه، یا اکادمی اپرای ایتالیایی یا هیچ، برام کتابخانه چیتا کردم. خلاص که با استادش محمد قل برهانوف خیلی برام یک شخصی صاحب یعنی که صاحب سلوک و صاحب یعنی که خواننده ها و آوازخوان های اپرای مشهوری وطنی است و سالشان به جای رسیده. از شاگردای خودش قبل شاگردی احمد بابا قل بود و شاگردای خوب تربیت کرده بود. گفتم اگر همین دختری مرا خجسته اگر قبول کنین با شما میتونش، اگر قبول نکنین هیچ. پس نگاه کردم خواندن و طرزشون قبول کردم و موفق شدم در این جاده، در این ساحه درس اپرا و آیندهش چون در خوردیشان میگفتم راهبر دولت شاهدی خواندنشان شدن و به فرزندی پذیرفتن و به لاسکال میلان و ایتالیا برای تحصیل روان کردن از جانب پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمانوف و در خدمت وطن هستن. بگذار نسل آینده تاجیک هم هر گونه علم و هنر و کسبی که است با آموزن و در اساس آن موفق میشن، انشالله موفق میشن و اقلا در همون کوچه خود، در قشلاق خود، در ناحیه خود لازم میشن. این است علم، هنر،
مرتبه آدم بلند میبرداره. تکرار میکنم که شیخ سعدی میگه که هنر چشمه است زاینده، دولتی است پاینده. هنرمند هر کجایی که رود قدر بیند و در صدر نشیند. بی هنر هر کجایی که رود خاری بیند و لقمه چیند. شنوندگان ارجمند رادیوی مهاجر، ما گروه ایجادی رادیو تصمیم گرفتیم با یک سرود فورمی خجسته میرزاولی که افتخار پدر است طبع شما را بالیده سازیم. اینک سرودی من آریاییم، پیشکش شما. از نصر آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نور را در چار سوی سینه من جان میزند، جان میزند. من آریاییم، من آریاییم. خاکی وجودی من، انبوهی از غبار تمامی قرن‌هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. برقی نگاه من آینه از چشمه های صاف و صفا بخش خونده است. شیرازه کتاب دلم عشق و زندگی، عشق و زندگی، عشق و زندگی. من دشمنم با هرچی غلامی و بندگی. من آریاییم، من آریاییم. خاکی
وجودی من انبوهی از غبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است برقی نگاه من آینه مهران از چشمه های صاف و صفا بخش خونده شیرازه کتاب دلم عشق و زندگی عشق و زندگی عشق و زندگی من دشمنم با هرچی غلامی و بندگی من آریاییم سفرتون به زادگاه چگونه صورت میگیرد؟ تیز به خبرگیری میروید؟ راستی نه. آتش خشم تو برد آب منی خاکالود آتش خشم تو برد آب منی خاکالود بعد از این باد به گوشی تو رساند خبرم. بگذار صدای مهاجر خبرش به تمام دنیا طنین انداز گردد و جهان عالم تاجیکان برون مرزی و داخل و خارج از یکدیگر اطلاع پیدا کنند، خبردار شوند و بگذار شنونده های شما و آینده بیننده های شما کثرتشون یعنی تعدادشون زیاد شود و این سخنهایی که این زحمتهایی که شما امروز میکشین بگذار در خوری جامعه اهل مهاجرت باشند و مهاجران موفق باشند، در مهاجرت در غریبی گمراه نشوند، در غریبی رو افتاده نشوند و قول شادران مادرم قاق و تر با هم ببینند و صحت سلامت نزد والدین برگردند. محترم میرزا ولی فضیلов، تشکر زیاد که با این درگاه که منبر مهاجران مهنتی است قدم رنجه نمودید. ما گروه ایجادی رادیوی مهاجر امیدواریم تشریف شما شنوندگان عزیز ما را یک جهان نیرو بخشید. اینک شنوندگان عزیز، ما با شما خداحافظی کرده برایتان تن صحتی و خانه آبادی روزگار پر از شادی و نشاط را تمنا میکنیم. با برنامه های رادیوی مهاجر باشید.